اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایلاوه در اینجا یعنی درباره های ضمیر گفته شدگی است. های ضمیر وقتی که در آخر کلمه همین ها حرفی ها که آمد او را های ضمیر میگویند. در اینجا یعنی مغلق یعنی گفته شدگی است. من از تجوید نو برای شما درست‌تر انشالله این را میفهمونم. خب یعنی مد سیله اگر های ضمیر با حرکت ضمه یعنی پیش آید حرفی واوی دارای مد پیدا می شود و اگر های ضمیر با حرکت کسره یعنی زیر آید حرفی یای دارای مد پیدا می شود. یعنی اینجا میگه که اگر حرفی های ضمیر اگر حرکت پیش داشت آن وقت چی می شود؟ بعد از زمین های ضمیر یک واوی خرد پیدا می شود، یعنی مثل که واوی ساکن پیدا می شود. پیدا کشید این همین خیل واوی خردک می نویسم که یعنی همین پیش رو یعنی ما با مقداری یک حرکت دیگر ما بکشیمش. لهو در وقت باز در دیگر وقتی که های ضمیر حرکت زیر داشت اون وقت یک یای ساکن مقصد پیدا میشد، یک یای خرد. وقتی که یای خرد نویسن این خیلی نویسته میشد. نگاه کنین شکلی پیدا شویش، نگاه کنین چه خیلی است، چه خیلی است. مقصد همین را بدونین شما که وقتی که در قرآن کریم انشالله که تلاوت سر کردید در همین خیلی ها بسیار روپارو میشین. حتی در بعض جا است که یای کلان نمی نویسن، همین خیلی ها را می نویسن. نمین خیلی نگاه کنین همین را می نویسن و در بالاش حرکت زبر میگذارن یا که یگون حرکت دیگر. مقصد این را شما بدونید که این همین یای خرد است. نگاه کنید چه خیلی است یای خرد. در اینجا ایجاش را نگاه کنید مقصد تیز نیست، اما مثال نگاه کنید این خیلی است در قرآن. این خیلی است در قرآن با این شکل است. مقصد در اینجا نگاه کنید چه خیلی است در قرآن این شکل است. من امین رو خواستم یعنی برای شما بفهمونم. خب نگاه کنین در اینجا وقتی که حرف های ضمیر حرکت زیر گیره پس یک یای ساکن در اینجا پیدا می شود که ما همین حرکت زیر رو به مقدار یک یای دیگر یعنی یک حرکت دیگر ما زیادتر بکشیم. بیهی لهو. مثلا وقتی پیش داشت یک وای ساکن پیدا می شود که اینجا مد می شود یعنی کشیده می شود با مقدار یک حرکت دیگر زیادتر. لهو در اینجا که باشد با مقدار یک وقتی که های ضمیر حرکت زیر داشت در اینجا یک یای ساکن پیدا می شود یای خرد، پس با مقدار یک حرکت دیگر مقصد هم اینجا کشیده می شود. بیهی زیر در اینجا واو ساکن بود پیش از واو بودگی چیز های ضمیر حرکت پیش دارد مد میشد. در اینجا هم همین خیل یا ساکن پیش از یا حرفی های ضمیر حرکت زیر دارد. خب مد سیله دو قسم است. یعنی ما مد سیله گفتیم مد سیله دو قسم است. مد سیله کبرا گفته یعنی کلان اگر بعد از های ضمیر همزه آید مد سیله کبرا می شود. یعنی میگه که اگر بعد از های ضمیر اگر به شرطی که های ضمیر حرکت پیش و یا حرکت زیر داشته باشد حرفی همزه یعنی سبب مد یعنی همزه آید آن وقت مد سیله کبرا میشه. مقصد مد سیله کبرا را به مقدار 4 یا 5 حرکت کشیده میشد. نگاه کنین در اینجا های ضمیر حرکت پیش دارد و چشید یک واوی خرد در اینجا پیدا شد واوی ساکن. بعد از اینا چیز حرفی همزه آمده است. نگاه کنین پس در اینجا چی می شود؟ مد سیله کبرا. یعنی ما همین حرکت را مقصد به مقدار 4 یا 5 حرکت می کشیمش. نگاه کنین و لهو اجر و لهو اجر عظیم. خب این مثال های ضمیر بود که حرکت پیش داشت. این باشد مثال های ضمیر که حرکت زیر دارد. نگاه کنین حرکت زیر دارد.
بعد از اون چی اومدگی است؟ حرفی همزه. پس در اینجا هم به مقدار 4 یا 5 حرکت میکشیمش. و من آیاته ان آیاته ان آیاته ان ومن آیاته ان خلقکم. دیدین؟ یعنی وقتی که های ضمیر حرکت پیش یا زیر که داشت، بعد از آن مقصد حرفی همزه آمد، اون وقت مقصد حرکتش کشیده می شود، یا پیش یا زیر. خب مد صله صغرا. مد صله صغرا گفته یعنی صغیر، یعنی خرد. مد صله خرد مقصد. کبرا کلان، صغرا خرد. قاعده اگر بعد از های ضمیر غیر از همزه هر حرفی که آید مد صله صغرا می شود. در این حالت های ضمیر 4 حالت دارد. میگه که مقصد اگر بعد از های ضمیر وقتی که های ضمیر حرکت پیش یا حرکت زیر داشت، اگر بغیر از حرف حمزه دیگر حرف آید، آن وقت مد صله صغرا می شود که مقصد مد صله صغرا 4 حالت دارد. 4 حالت. حالت اولش کدام است؟ حالت یکم واقع بودن های ضمیر در بین دو حرف حرکت دار است. مقصد وقتی که حرف های ضمیر حرکت پیش یا زیر داشت و پیش از های ضمیر حرفی باشد که حرکت داشته باشد، مقصد یا زبر یا زیر یا پیش داشته باشد، و بعد از های ضمیر حرفی باشد که او هم حرکت داشته باشد، یعنی های ضمیر در بین دو حرف حرکت دار باشد. او وقت مقصد در کدام حالت مقصد، یعنی در این حالت مقصد چقدر ما را میکشیم؟ در این حالت های ضمیر به مقدار 2 حرکت کشیده میشود. مقصد در این حالت وقتی که های ضمیر در بین 2 حرف حرکت دار بود، مقصد حرکتش را به مقدار 2 حرکت میکشیم. نگاه کنیم. انه هو، انه هو، انه هو. این مثال اون بود که های ضمیر حرکت پیش داشت، اینجا حرکت زیر. نگاه کنیم. بعد در بین چی است؟ 2 حرفی حرکت دار. این های ضمیر این حرکت دارد، بعدش هم حرکت دارد. این هذه تذکره، این هذه تذکره، این هذه تذکره. خب از این قاعده 2 آیت استثناء بوده، حرفی ها ساکن به مد خوانده میشد. یعنی میگه که از این حالت دیده، یعنی یک حالت است که مقصد های ضمیر در بین 2 حرف حرکت دار است اما خودش حرکت ندارد، یعنی مقصد ساکن است. پس اون وقت چی می شود؟ های ضمیر به مد خوانده میشد، یعنی زیرا آنکه های ضمیر به حرکت هست و ساکن است، اون وقت به مد خوانده می شود. این هم همون 2 حالتی که نگاه کنید های ضمیر ساکن است. پیش از های ضمیر حرفی است که حرکت دارد و بعد از های ضمیر حتی نگاه کنید هم حرفی که دارد که حرکت دارد و هم حرفی همزه است. در این حالت چی می شود؟ حرفی های ضمیر به مد خوانده می شود، زیرا حرکت ندارد. این یکم حالت و این حالت دوم نگاه کنید. خب این یکم حالتش در سوره نمل آیت 28. سوره نمل آیت 28 است و حالت دوم سوره اعراف آیت 111. سوره اعراف آیت 111. خب حالت دوم، این ما گفتیم اینها یعنی مد صله صغرا 4 حالت دارد. ما حالت اول را گفتیم. خب حالت دوم، مقصد حالت دوم واقع بودن های ضمیر در بین 2 حرف ساکن دار است. یعنی چی؟ یعنی های ضمیر حرکت پیش یا حرکت زیر دارد و پیش از های ضمیر
حرفی است که حرکت ساکن، یعنی مقصد معذرت میخوام، یعنی علامت ساکن دارد و بعد از های ضمیر هم حرفی است که علامت ساکن دارد. نیا کنید های ضمیر در بین دو حرف ساکن دار. نیا کنید. خب در این حالت های ضمیر به مد خوانده می شود. دیدین؟ یعنی وقتی که های ضمیر خودش حرکت پیش داشت و زیر داشت، اما در بین دو حرفی بود که هم پیش از های ضمیر حرف علامت ساکن داشت، یعنی حرف ساکن بود، و بعد از های ضمیر حرفی بود که علامت ساکن، یعنی حرف ساکن دار بود مقصد. اون وقت همین های ضمیر کشیده نمیشد، یعنی به مد خوانده میشد. مثال تدروه الریاح، در اینجا لام ساکن است، در اینجا واو ساکن است و بین اینها یا که مقصد معذرت میخوام، مقصد من در اینجا لام نه، برای که در اینجا الف ساکن است و در اینجا واو هم ساکن است و در بین الف و واو ساکن، الف ساکن و واو ساکن های ضمیر است. در اینجا مقصد به مد خوانده میشد. این هم مثالی که های ضمیر حرکت زیر دارد یا ساکن است، در اینجا هم الف ساکن است. چی می شود؟ الیه المصیر، الیه المصیر، مقصد به مد خوانده می شود. این هم مثال دیگرش. الف ساکن است و در اینجا هم الف ساکن است و های ضمیر حرکت پیش دارد. های ضمیر در بین دو حرفایی که حرکت ندارند، در اینجا هم های ضمیر به مد خوانده می شود. و اتاه الله، و اتاه الله. خب حالت سوم، یعنی حالت سوم واقع بودن های ضمیر بعد حرف حرکت دار و پیش از حرف ساکن دار است. خب حالت سوم این است که های ضمیر حرکت پیش یا حرکت زیر مقصد دارد، اما مقصد پیش از خودش بودگی هم حرف حرکت مقصد دارد، اما بعد از های ضمیر حرفی است که ساکن است، حرکت ندارد. خب در این حالت های ضمیر به مد خوانده می شود. در این حالت هم های ضمیر به مد خوانده می شود وقتی که های ضمیر خودش حرکت پیش یا زیر داشته باشد، پیش از خودی های ضمیر حرفی باشد که حرکت داشته باشد، اما بعد از های ضمیر حرفی باشد که ساکن باشد، پس اون وقت های ضمیر مقصد به مد خوانده می شود. له الملک، نه، له الملک، اسمه المسیح، اسمه المسیح، وله الجبار، وله الجبار، وله الجبار. های ضمیر حرکت پیش دارد، پیش از های ضمیر حرفی است که حرکت دارد، اما بعد از های ضمیر چی است؟ حرفی است که ساکن است، پس های ضمیر به مد خوانده می شود. خب حالت چهارم واقع شدن های ضمیر، یعنی این حالت چهارم است، آخران، یعنی آخرین حالت در مد صله صغرا. حالت چهارم واقع شدن های ضمیر بعد حرف ساکن دار و پیش از حرف حرکت دار، یعنی واقع بودن های ضمیر بعد حرف ساکن دار و پیش از حرف حرکت دار. یعنی های ضمیر خودش یا حرکت زیر دارد یا حرکت پیش دارد، اما پیش از خودش بودگی حرف علامت ساکن دارد، یعنی حرف ساکن دار است، اما بعد از های ضمیر حرفی است که حرکت دارد. اون وقت هم در این حالت هم چی می شود؟ های ضمیر مقصد به مد خوانده می شود. نیا کنید های ضمیر است، حرکت زیر دارد، پیش از های ضمیر حرفی است که ساکن است، اما بعد از های ضمیر حرفی است که حرکت دارد. پس در این حالت چیکار میکنیم؟ به مد میخونیم. فیه هدى، فیه هدى. اینم مثال دومش. های ضمیر حرکت پیش دارد، پیش از های ضمیر واو ساکن است، اما بعد از های ضمیر حرف آمدگی است که حرکت دارد. خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، یعنی های ضمیر به مد خوانده می شود. خب حکم، یعنی در این حالت ها، یعنی در این حالت های ضمیر به مد خوانده می شود مگر در یک جا که با مقداری دو حرکت کشیده خوانده می شود. یعنی میگه که ما همین قاعده را گفتیم که مقصد های ضمیر که بود
حرکت زیر یا پیش داشت اما پیش از خودش بودگی حرفی بود که علامتی یعنی ساکن بود. بعد از های ضمیر حرفی بود که حرکت داشت، های ضمیر به مد خوانده میشد مگر بغیر از یک جا. یک حالت است که اگر های ضمیر نگاه کنین، های ضمیر آمدگی است پیش از های ضمیر یا ساکن است اما بعد از های ضمیر چی است؟ حرفی است که حرکت دارد. پس در اینجا چی می شود؟ انامین یک یا دیگر پیدا می شود. یعنی برای چی؟ زیرا مقصد در دیگر شکل ها مقصد اگر یا های ضمیر اگر حرکت زیر یا پیش داشته باشد پیش از خودش بودگی مقصد ساکن بود و بعد از خودش بودگی چی بود؟ حرکت دار بود. اینها چی می شوند؟ های ضمیر مقصد به مد خوانده می شود مگر بغیر از امین یک آیت. امین یک حالت است که مقصد های ضمیر حرکتش به مقداری 2 حرکت کشیده خوانده می شود. نگاه کنید این آیت هم، این آیت و این حالت در آیت سوره فرقان آیت 69 سوره فرقان آیت 69 اگر نگاه کنیم در اینجا بعد از امین ها امین یای خورده گذاشتن که زیرا که ما در اینجا های ضمیر رو یعنی حرکتش رو به مقداری 2 حرکت یعنی بکشه و بخونیم. بغیر از این آیت در دیگر حالت ها های ضمیر که خودش حرکت زیر یا پیش داشت پیش از خودش بودگی حرف ساکن بود و بعد از خودش بعد از های ضمیر حرفی بود که حرکت پیش یا مقصد حرکت داشت، فرق نداره که زبر زیر یا پیش، مقصد های ضمیر به مد خوانده می شود بغیر از همین یک حالت که این هم در سوره فرقان آیت 69 هست. همین رو می خوانیم و یخلد فیه مهانا و یخلد فیه مهانا. نگاه کنید های ضمیر رو در اینجا میکشیم و یخلد فیه مهانا مقصد همین یک حالت است که های ضمیر پیش از خودش بودگی ساکن بعد از خودش بودگی حرکت داشت. های ضمیر مقصد یا مقصد در اینجا حرکت زیر دارد فقط. این همین یک حالت است که ما های ضمیر را حرکتش رو به مقدار 2 حرکت میکشیم و در غیر این حالت مقصد که های ضمیر پیش از خودش بودگی حرکتی مقصد علامت ساکن داشت و بعد از های ضمیر حرکت حرفی بود که حرکت داشت پس ما های ضمیر رو مقصد به مد حرکتش رو میخوریم. خب من در قرآن کریم همین یای خود رو و واو خورد رو برای شما الان نشان میدیم ان شاء الله. در اینجا نگاه کنید این همون یای خورد است. این همین یا همین است. نگاه کنید های ضمیر حرکت زیر دارد پیش از های ضمیر حرفی است که حرکت دارد و بعد از های ضمیر حرفی است که حرکت دارد. دیدین این است همون یای خورد. این باشد همون واو خورد. دیدین این همین واو خورد انا همین است. نگاه کنید های ضمیر حرکت پیش دارد پیش از های ضمیر حرفی است که حرکت دارد و بعد از های ضمیر حرفی است که چی حرکت دارد. یعنی این را هم در این تجوید یا ببینیم. نگاه کنید در اینجا میگه که اگر مثال همین خیلی آمد مثال های ضمیر حرکت زیر داشت مقصد همین خیلی یای میده که خورد یعنی پیدا شد پس اینجا چی میشود؟ مدی طبیعی میشد یعنی مدی عادی که یعنی حرفی مد آمد اما سبب مد نآمد یعنی حرفی همزه نآمد. دیدین یعنی این هم مثل همون است مثل که فقط در اینجا یا را خورد نویسن یعنی یای ساکن را خورد نویسن اما در اصل در اینجا مثل اون است که مثال اینجا یای کلان نوشته شدگی است این هم مثل همین است فقط این خورد نوشته شدگی است و ساکن است و این باشد کلان است و ساکن است. این یعنی که وقتی که های ضمیر حرکت زیر یا حرکت پیش داشت و در بین 2 حرف حرکت دار بود یعنی هم پیش از های ضمیر و هم بعد از های ضمیر حرفایی بود که حرکت داشتن آن وقت یعنی در اینجا مقصد
مادی طبیعی یعنی مادی اصلی می شود. و در یک جای دیگر من برای شما و نگاه کنین در اینجا نگاه کنین اگر نگاه کنین اینا از این سبب اگر بعد از حرفای اگر بعد از همین ها سبب مد نآید مدی طبیعی می شود که من الان برای شما نشان دادم که یعنی بعد از حرفی مد حرفی همزه نآید اینجا مدی طبیعی می شود. و اگر همزه آید مدی منفصل می شود. دیدین؟ یعنی اگر بعد از همین که های ضمیر مقصد در بین ده حرفی حرکت دار بود اما دوم حرفش یعنی بعد از های ضمیر حرف حرکت دار همزه کی بود اون وقت چی می شود؟ اینجا مدی منفصل می شود. من الان برای شما درست‌تر می فهمونم. خب اینجا رو این مقصدیان نگاه کنید. اینجا یعنی درباره مد منفصل است. نگاه کنید حرف یا در اینجا مثال حرف مد شد بعد از حرف یا چی آمد؟ حرف همزه آمد. اینجا چی شد؟ منفصله یعنی جدا. این کلمه جدا است این کلمه جدا. حرف مد در آخر این کلمه آمد و حرف همزه در اولی کلمه بعد آمدگی آمد. نگاه کنید در اینجا چی می شود؟ مدی منفصل. و در اینجا هم همین خیل یعنی اینجا رو نگاه میکنیم یعنی در اینجا کی باشد معذرت میخوام من درست‌تر در اینجا نگاه کنید یعنی مدی صله کبرا که گفتیم نگاه کنید در اینجا مدی منفصل است. نگاه کنید زیرا در اینجا واوی خرد ما گفته که چی واوی خرد باشد چی واوی کلان هر دویش واوی ساکن هستند. یعنی مقصد از واوی ساکن یعنی نگاه کنید در اینجا واوی کلان نشدگی است ساکن است و اما در اینجا واوی خرد است که ساکن است. اینجا هم شکلش مثل همین است. نگاه کنید حرفی مد شد آخری کلمه و در کلمه بعدی اولش همزه است. در اینجا هم همین خیل آخری کلمه حرفی واو آمد یعنی حرفی مد شد و در کلمه بعد آمدگی اول حرف چی می شود؟ یعنی حرفی همزه آمدگی است. پس چی می شود؟ اینجا هم مدی منفصل. این هم مدی منفصل. اینجا هم نگاه کنین هم خیلی است. یا بعد از اون چی؟ حرفی همزه. خب یک چیز دیگر برای شما درست‌تر برای شما من بفهمونم که در اینجا نگاه کنین ما درباره مدی منفصل گفتیم که مدی منفصل رو یعنی با مقدار 4 حرکت در اینجا من درست‌تر نشون دیم یعنی مدی منفصل با مقدار 2 4 5 حرکت کشیدن جایز است. یعنی در اینجا جایز در اینجا در بین علما اختلاف است. یعنی در حفظ ما که قرآن یعنی همین تلاوت قرآن میکنیم ما با روایت حفظ میکنیم حفظ این تجوید هم مقصد با روایت حفظ است. خب همین است که در بین علما اختلاف است. یعنی بعضی علما گفتن که همین با مقداری وقت مد منفصل رو ما با مقداری 2 حرکت میکشیم یعنی باید بکشیم. اما بعضی دیگه علما گفتن یعنی مقصد 2 4 6 والله اعلم بالصواب مقصد 2 4 5 6 مقصد بکشیمش. اما در اینجا یک گپ هست که اگر مثال من برای شما الان مقصد هم با مقداری 2 حرکت کشیم درست است هم با مقداری 4 حرکت کشیم درست است هم با مقداری 5 حرکت مد منفصل رو ما بکشیم درست است یعنی همین مداره. اما در اینجا یک گپ دیگه است که الان من برای شما میفهمونم ان شاء الله. خب در اینجا نگاه کنین در سوره بقره آیت 4 نگاه کنین در اینجا بیما حرف مد اومد بعد از حرف مد چی است؟ همزه. اینجا مد منفصل است یعنی جدا هستن این یک کلمه نیست. بیما دیگر کلمه است و انزل دیگر کلمه است. پس اینجا مد منفصل می شود. در اینجا نگاه کنین بعد از اینجا اول مد منفصل است باز یک بار دیگه مد منفصل است و
ما دیگر کلمه است، انزل دیگر کلمه. نگاه کنید ما مد شد، اینجا سبب مد همزه. خب در اینجا نگاه کنید ما چخیل که این همین اول رو میکشیم دوم رو هم باید همین خیل بکشیم. یعنی مثال استعیذ بالله بما انزل. من مثال همین حرف الف رو یعنی مدش رو به مقداری 10 حرکت کشیدم. بما انزل دیدین 10 حرکت کشیدم. پس من باید در امین مد منفصل که بعد این باز می بیاید من چکو کنم به مقداری 10 حرکت بکشم. و ما انزل یعنی برابری. چخیلی که من در اینجا مثال کشیدم به مقداری 10 حرکت، در اینجا من باید به مقداری 10 حرکت بکشم. اما اگر من این رو به مقدار 10 حرکت میکشم و این رو به مقدار 4 حرکت، این درست نیست. یعنی برابری، ما باید برابری رو نگاه کنیم. اگر میخوایم که بسیارتر بکشیم یعنی 4 حرکت یا 5 حرکت، مثال این رو من 5 حرکت میکشم پس این رو هم 5 حرکت باید بکشم. زیرا برابری هم باید نگاه کنیم در مد منفصل. اگر این رو به مقدار 10 حرکت کشیدیم پس این رو هم مقصد باید 2 برابر کشیم. زیرا این مثال هر دویش مد منفصل است. مد منفصل فهمیدین؟ یعنی اولش رو که ما مد منفصل رو مقصد 2 حرکت کشیدیم پس دومش رو ما باید همون قدر چخیلی که اولش رو کشیدیم همون قدر ما بکشیم تا که برابر شود. اما این جواز ندارد، یعنی درست نیست که ما اولش رو 10 حرکت بکشیم اما دیگرش رو 4 حرکت یا 5 حرکت و در اینجا نابرابری می شود. پس به همین خاطر درست نیست. اول چند حرکت که کشیدیم پس دوام آمدگی هم که مثال قدم آمد پس او را هم همون قدر می کشیم در مد منفصل. خب باز چند چیز که برای شما یعنی برای شما میخوام بفهمونم. خب در اینجا نگاه کنین همزه آمدگی مزرد میخوام حرفی های ضمیر آمدگی است، حرکت پیش هم دارد، بعدش هم یعنی سبب مد یعنی چی آمدگی است؟ همزه آمدگی است. اما برای چی در اینجا واو خرد پیدا نشد؟ زیرا آنکه در اینجا قاعدهش تغری در این نگرفت. یعنی قاعدهش چی بود؟ قاعده آن بود که وقتی که های ضمیر حرکت پیش یا زیر داشت باید در بین 2 حرف حرکت دار باشد، 2 حرف حرکت دار باشد تا که مقصد در اینجا یا ساکین و یا واوی ساکین پیدا شود. اما در اینجا نگاه کنین های ضمیر حرکت پیش دارد، پیش از های ضمیر چی است؟ یا حرف یا ساکین است. اما بعد از های ضمیر چی است؟ حرف آمدگی است که هم سبب مد است و هم حرفی است که حرکت دارد. اما در اینجا ما های ضمیر را یعنی حرکت نمیتیم، به حرکت میخونیم شه یعنی عادی. پس مثال ما قاعده را گذاشتیم، من خواستم برای شما یک بار دیگه مرورن برای شما یعنی امین را گذارم و برای شما نشان دادم که شرط امین بود که حرفی های ضمیر شرط امین است که حرکت پیش یا حرکت زیر داشته باشد و در بین 2 حرفی حرکت دار داشته، یعنی در بین 2 حرفی حرکت ناک بیاید. اون وقت مقصد در اینجا وقتی که پیش بود های ضمیر واو ساکین پیدا می شود و اگر زیر بود یا ساکین پیدا می شود و مد می شود. و یک چیز دیگر من برای شما فرمودم که خب این هم نگاه کنین یعنی های ضمیر است، حرکت زیر دارد، پیش از چی است؟ پیش از های ضمیر یا ساکین است اما بعدش چی است؟ حرف حرکت دار. در اینجا یا پیدا نشد و در اینجا به مد خونده می شود. ما بغیر از یک صورت گفتیم که همین خلالت می آید اما در اینجا مد کرده خونده می شود که او هم استثناء است. یعنی فقط امو در همین خلالت که آمد یعنی خودش های ضمیر حرکت زیر دارد، پیشی های ضمیر
حرفی است که ساکن است و بعد از های ضمیر حرفی است که حرکت دارد. همین شکل. اما در اونجا فقط همون یک حالت است که های ضمیر یعنی مقصد یا پیدا می شود و حرکتش کشیده می شود، با مقداری 2 حرکت کشیده می شود. من الان همون رو برای شما نشان می دیم. ما گفتیم که در سوره فرقان آیت 69 هست. خب این هم آیت یعنی سوره فرقان آیت 69 نگاه کنین. های ضمیر حرکت زیر دارد. پیش از های ضمیر چی است؟ یا است که ساکن است. بعد از های ضمیر چی است؟ حرفی است که حرکت دارد. در اینجا در اصل مثال مقصد های ضمیر به مد مقصد خوانده میشد، اما فقط همین یک آیت استثناء است. یعنی فقط این همین یک آیت است که مقصد حرفی همزه که مقصد معذرت میخوام، یعنی های ضمیر که پیش از های ضمیر حرفی بود که علامت ساکن داشت و بعد از های ضمیر حرفی حرکت دار بود، پس یعنی مقصد خوانده نمیشد. اما همین یک حالت است که ما مقصد های ضمیر را مد کده میخونیم، یعنی به مقدار 2 حرکت میکشیم. فیه مهانه فیه مهانه. و بغیر از این همین آیت 69 سوره فرقان در دیگر حالت ها وقتی که های ضمیر در همین شکل که آمد پس به مد خوانده می شود. انشاءالله امید دارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.